به نام خدا، سلام و درود بر همه شما بینندگان عزیزان. من شهریار ربانی هستم و امروز 30 مهر ماه مفتخرم که در خدمت شما باشم با قرعه کشی محصولات سام. کسانی که از 5 بهمن ماه 402 تا 4 مهر ماه امسال محصولاتی مانند ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، یخچال، فریزرها و تلویزیون های سام رو خریداری کردند و نصب کردند و به این شیوه در این قرعه کشی شرکت کردن، قراره در این روز این لحظه گردونه وارد میدان بشه، 3 بار بگردونیم و 3 برنده خوششانس این دوره از قرعه کشی مشخص بشن و به قید قرعه به این 3 نفر 3 دستگاه خودروی فونیکس تعلق میگیره. پس اگر در این قرعه کشی شرکت کردید از همین الان یه جای پارک خالی کنید و منتظر اعلام اسامی برندگان این دوره باشید. ممنون از اینکه با ما همراه هستین. میدونم که هر کدوم از شما که در مدت این چند این شماره 7 رقمی رو با ما در میان گذاشتید و به اشتراک گذاشتید، الان دل تو دلتون نیست که ببینید که آیا برنده این دوره بوده اید یا نه. پس ما زیاد وقت رو تلف نمی‌کنیم. دعوت می‌کنم از سرکار خانم کرمی، نماینده محترم اداره کل بازرگانی سازمان که تشریف بیارن. سلام و درود بر شما. خیلی خوش اومدین. خوشحالم می‌بینم. سلامت باشید. خب خانم کرمی، می‌خوایم بریم به سراغ انتخاب 3 برگزیده این دوره. پیش از اون بریم به سراغ جامعه آماری از شما این رو بشنویم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با 3 برنده خوششانس. جامعه آماری ما به عبارتی تعداد شانس های ما 71830 شانس هست. از بین این 3 نفر قرار به قید قرعه از این گردونه بیرون بیاد اعلام کنیم و در صورت امکان باشون تماس بگیریم. پس موافق هستید شروع بکنیم؟ بینندگان رو منتظر نذاریم. من با اجازه شما گردونه رو میگردونم تا اینکه ببینیم که چه کسی از این گردونه بیرون میاد. خیلی خوب، ببینیم چه توپایی باقی میمونن. بله، توپای ما باقی موندن. بریم به سراغ یکانمون، از اونجا شروع کنیم. عدد اولمون عدد 3 هست. به خوبی ببینیم در تصویر. متشکرم. شما هم که یادداشت میفرمایید. بله. عدد بعدیمون عدد 7 هست. بله، 7 رو هم بینندگان دیدن. عدد بعدیمون مجدد 7 هست. بله، 7 رو هم دیدیم مجدد. بریم به سراغ شماره بعدی 4. بله، بازه عدد ما تو عدد آخر بین 0 تا 6 هستش. یعنی اگر عدد 7 برای مثال در اومد نمیشه ما خواهد دوباره برمیگردیم یه بار دیگه گردونه رو بله. میچرخونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. ولی اینجا این اتفاق نیفتاد. از بخت خوش ما عدد بعدی ما 4 هست. تصویرمون به خوبی ببینه. 4 رو دیدیم با خیال راحت. عدد به دست آمده 44773. بریم ببینیم که این عدد متعلق به کدام شرکت کننده از شماره تلفن همراهشون. ببینیم سر رقم آخر 291 و با پیش شماره 0936 عدد اولش 3. ما تلاش میکنیم که با این برنده اولمون ارتباط تلفنی برقرار بکنیم و بهشون تبریک بگیم و اعلام بکنیم که جایزه رو بردن. اما در این حین که دوستان تلاش میکنن، اگه موافق باشین بریم به سراغ به دست آوردن عدد بعدی و برنده بعدی این قرعه کشی. بله. من حسابی اینو بچرخونم که خیال شرکت کننده ها اونم راحت باشه و عدد بعدیمون رو به دست بیاریم. بریم از یکان شروع کنیم. عدد اولی که من به دست آوردم اینجا عدد 5 هست. ببینیم که به خوبی بینندگان میبیننش. بله، این عدد 5 ماست. متشکرم. عدد بعدیمون 10 ما. ببینیم توی تصویر. بله، 7 عدد دوم ماست. عدد سوم ما بله 1 به وضوح دیده بشود و عدد بعدی 2 هست. 2 رو هم در تصویر ببینیم. بله، بازه عددی آخرمون دوباره از 0 تا 6 هست. اگر 7 بود بهش کاری نداریم، اما باز از بخت خوش ما 6 هست و احتیاج به چرخاندن مجدد گردونه نیست. به وضوح ببینیم عدد 6 رو. خیلی خوب، این هم عدد دوم ما.
میشه 62175. بریم با شماره تلفن همراهشون آشنا بشویم. بله، سه عدد اول 200 هست، سه عدد آخر عذرخواهی میکنم 200 هست و باز هم 0936 و با عدد 3 شروع میشه شماره تلفنیشون. باز تلاش میکنیم با این عزیز هم تماسی برقرار بکنیم و در جریان قرار بدهیم که ایشون برنده این دوره شدن. بریم سراغ عدد بعدی. دوباره گردونه رو من میگردونم و باری دیگر که اینها حسابی هم بخورن با خیال راحت با آرامش میریم به سراغ برنده بعدیمون. اگر شما هم موافق هستید این یکی رو نگهش میداریم با آرامش. بله، ببینیم که برنده آخر ما چه عددی دارند. عدد اول ما، یکان ما 3 هست، به وضوح دیده شد. بریم به سراغ دهگانمون. 6 بله و 4 و 0. فکر کنم که در پایانی میتونیم همه اعداد رو داشته باشیم دیگه با خیال راحت. تا 7 میتونیم بریم و چقدر جالب که 7 هست این بار. عدد پایانی ما به وضوح دیده شد. عدد 7 یعنی شد 70463. با شماره تلفن همراهشون آشنا بشیم. خب 368 شماره 3 عدد پایانی است. پس 0514 که شماره این عزیز هست. ما میریم که تماس بگیریم، حداقل با یکی از این برندگان باشون ارتباط تلفنی داشته باشیم. خانم کرمی عزیز، این بود مراسم قرعه کشی ما در قرعه کشی بزرگ خانواده سام که 3 دستگاه خودروی فونیکس در اون تقدیم میشه به برندگانش. همه چیز از دید شما صحیح و قانونی بود؟ بله، مورد تایید رو از شما میگیریم. 3 برنده رو داریم. بله، سپاسگزارم از شما. سلام. ممنون از همراهی خوب شما. از شما تشکر میکنیم. با اجازه شما در خدمتتون خواهیم بود انشالله در قرعه کشی های بعدی. خب ممنون که با قرعه کشی امروز با ما همراه بودید. اما دوست عزیزی که قرار بود روی خط بیان فکر کنم که آماده باشن. اگر هستن بریم. بله، رو خط هستن. سلام و درود بر شما. سلام مخلصم. سلام قربان، احوال شما خوبین؟ من من شهریار ربانی هستم و از قرعه کشی بزرگی که متعلق هست به خانواده سام با شما تماس میگیرم. شما برنده شدید. اسم شریفتون و شهرتون رو من میتونم بدونم؟ ملنگشاه امین‌اللهی هستم، تهران، ساکن تهران. یه بار دیگه تکرار میکنید اسمتون رو؟ ملنگشاه امین‌اللهی، ساکن تهران. ملکشاه امین‌اللهی. شما شرکت کرده بودید در این قرعه کشی؟ بله. کی چه چیزی خریدید؟ چه محصولی رو خریدید؟ من تلویزیون خریده بودم بابا. خیلی عالی. راضی هستید؟ بله، خیلی استفاده میکنید؟ آیا میدونید چه چیزی برنده شدید؟ نه والا. خب شما یک دستگاه ماشین لباسشویی ما میخوایم تقدیمتون بکنیم قربان. ممنون از لطفتون، محبت دارید. خوشحالید؟ خیلی هم عالیه. میخواین یه دونه ظرفشویی هم روش بهتون بدیم؟ اگر بدی که خیلی. میخواین یه دونه یخچال هم به شما بدیم؟ خیلی اگر الان خیلی داری خوشحال میشی؟ خیلی. حالا همه اینا رو که بهتون دادیم موافقیم به ما بدید اینا رو؟ ما یه دستگاه خودروی فونیکس افیکس به شما بدیم؟ آره، چرا نه. خیلی خوشحال میشین؟ خیلی. یک دستگاه خودروی فونیکس تقدیم شما با افتخار، مصرف کننده عزیز این خانواده. خیلی به شما تبریک میگیم. سلامت باشید. بسیار عالی. امیدوارم که در ادامه هم بتونید از محصولات سام استفاده کنید، خرید کنید، لذت ببرید و باز هم برنده قرعه کشی ها باشید. زنده باشین، قربان شما. حالا این دستگاه خودرویی که با ما تعلق میگیره؟ جانم؟ این دستگاه خودرویی که ما برای میشینیم که به ما تعلق میگیره؟ با خیال راحت بعد از این برنامه همکاران ما با شما تماس میگیرن، از شما دعوت میکنن که تشریف بیارید در کنار این خانواده بنشینید و بقیه مراحل برای شما طی بشه. حتما من در خدمت هستم. چند روز زمان میبره تا این من؟ خیلی سریع، اصلا نگران نباش. ما همینجوری آنی به شما زنگ میزنیم، اصلا چشم انتظارت نمیذاریم دیگه. چند ماه منتظریم. چه ماهی خرید کرده بودی؟ والا ماهاشو یادم نمیاد. بعد میتونم اگر اجازه دارم از شما بپرسم که چه شغلی داری، مشغول چه کاری هستی؟ من مشغول کار والا آب میوه‌گیری، آب میوه بستن، این چیزا
هستم. باش بعدم بگین کجا هست ما بیایم خدمتتون برسیم یه آب میوه البته با تقدیم پرداخت مبلغش خدمت شما باشیم. بعدم به همکارانمون بگیم ما دور همین میایم به مغازه شما. خب با این ماشین چیکار میکنین؟ آیا نگهش می‌داری استفاده میکنی آقای امین‌اللهی؟ استفاده میکنیم ازش سلطان. آنه فروشیش؟ نه خیلی عمالی، پس زیر پات باشه ان خوب باش رانندگی کنی و بی خطر و لذتشو ببری. ممنونم ازت. محل کارمون روبروی همین نمایندگی سامتونه. جدی میگین؟ ملکه دوم صادقه. بله. حالا یعنی یکی از نمایندگی ها هستش دیگه. بسیار عالی. بله درود بر شما، خیلی خوشحال شدیم از معاشرت با شما. آرزوی موفقیت و سلامت داریم برای شما. خدا نگهدارتون. پس این خیالم راحت باشه از این ماشین. 100% اصلا فکر نکن از این تلفن‌های الکیه. آره من میگویم و با خودم فکر کردم گفتم شاید الکی باشه. اصلا شک نکن، برو خوشحال باش، شیرینی بده به همکارات، آب میوه مجانی بده. چشم ان شاء درود بر شما. بسیار عالی، ممنونم ازت. خدا نگهدارت. شما بینندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید. این بود قرعه کشی بزرگ این خانواده. اما عزیزان دیگر، دو عزیز دیگری که برنده شدن ما تلاش کردیم باشون تماس بگیریم بیاریمشون روی خط، متاسفانه در دسترس نبودن. این سعادت نصیب ما نشد، اما در ادامه همکاران ما خیلی سریع باشون تماس میگیرن دوستان این خانواده و دعوت میکنن برای دریافت جایزه‌شون. در پایان باید خدمتتون عرض کنم که این خانواده شرایط و طرق مختلفی رو برای راحت‌تر کردن خرید شما برای شما فراهم کردن، به این صورت که میتونید به شیوه‌های مختلف خرید بکنید. ماشین ظرفشویی، لباسشویی، یخچالی و تلویزیون‌های سامرو و طی 12 تا 24 ماه اون رو پرداخت بکنید به شیوه‌های مختلف. چگونه آگاه بشوید از این شیوه‌های مختلف؟ این زیرنویس که داره برای شما پخش میشه آدرس و نشانی فضای مجازی هست که از اون طریق در جریان همه اینا میتونید قرار بگیرید، در جریان قرعه کشی بعدی میتونید قرار بگیرید و آرزو میکنیم که شما بیننده عزیزی که الان دارین این برنامه رو میبینید در قرعه کشی بعدی خریدی کرده باشید و برنده بزرگ این قرعه کشی باشید. با همین امید همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا روز دیگر و قرعه کشی دیگر. بدرود. سام، فقط با